ترالیکود پارت 6 نیتروگلیسیرین. وازودیلاتور یا گشاد کننده عروق. از نیتروگلیسیرین در آنژین صدری یا همان درد قفسه سینه، ادم ریوی، نارسایی حاد قلب و اورژانس‌های مربوط به فشار خون استفاده میشه. این دارو با تبدیل به نیتریت اکساید باعث شل شدن عضلات صاف میشه. این شل شدن عضلات صاف دو نتیجه در پی داره. یک، گشاد کردن وریدها که باعث کاهش پرلود و کاهش فشار خون میشه. دو، گشاد کردن شریانها که باعث کاهش افترلود و کاهش نیاز قلب به اکسیژن میشه. در آنژین صدری یا چسپین، پرل TNG 14 میلی گرم به صورت زیرزبانی هر 3 تا 5 دقیقه، حد اکثر تا 3 دوز. و در موارد دیگه شروع دارو 5 تا 10 ماکروگرم در دقیقه و افزایش تدریجی هر 3 تا 5 دقیقه، حد اکثر 200 ماکرو در دقیقه میشه استفاده کرد. واسه آموزش‌های بیشتر فالو یادت نره.